با سوت عادل النقبی بازی فینال تورنمنت چهارجانبی العین در ورزشگاه حذا بن زاید از این لحظه آغاز شد و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران توپ اولو برگردوندن در زمین ازبکستان. اشتباه ضربه محکمی که اونجا داده میشه با بیرون عالی با خودش نشون میده با فرصت داره ازبکستان تو بلوکه شد. دوباره توپ برگشتی استون اورونوف زاویه بسته است ضربهشو میزنه بود. یک بار دیگه الدر شومرودوف تغییر مسیر هم داده فرصت داره ازبکستان. یه ذره بی‌نظم تو این دقایق داریم بازی میکنیم و کاناوا رو دست میزنه برای هر زحمتی هست. صالح هردانی توپ کنترل میکنه ولی پاسش خوب نیست. اونجا بین مدافعان موقعیت برای ازبکستان ضربه فنی به سمت دروازه. علی بیرو به خوبی اومد و زاویه رو تنگ کرد برای شوکوروف، اجازه نداد که دروازه‌ش رو باز بکنه. فرار از کمند آفساید گیری بین مدافعان، پاس تودری که ارسال شده. این ضربه چیپ و فنی شوکوروف که با این اختلاف از کنار دروازه ما به بیرون رفت. هاشم نژاد یه لحظه اونجا نزدیک شد، ترجیحش اینه که خودش مستقیما توپ رو سانت بکنه برای دروازه حساب مقابل دروازه. پرواز مجید حسینی نتونست توپو به خوبی با ضربه سر روانی دروازه بکنه. اینجا توپ سایشی با سرش داشت. خوسانوف یه بازی مستقیم ارسال بلندش برای استفاده شامورادوف به توپم رسیده. خروج بیرانوند خوب نبود، برمیگرده به چارچوب دروازه. شامورادوف پاس در است برای اورونوف در مقابل دروازه و در نهایت بیرانوند توپ رو در آغوش میکشه. ضربه گونه رو کوتاه کار میکنن. هاشم نژاد وارد محوطه جریمه شده. خود هاشم نژاد روی پای چپ ضربه نرم هاشم نژاد یه مقدار فضای بهتری رو میتونست به وجود بیاره برای خودش. ضربهش میتونست خطرناکتر باشه ولی داورم اعلام ضربه کورنر کرده. ببینیم در صحنه آهسته چه اتفاقی افتاده. اینجا اعتقاد داره که توپ تو لحظه آخر برخورد داشت. بلند به محوطه جریمه. این ضربه سر موقعیت برای بازیکن ما روی خط محوطه جریمه. سامان قدوس توپ درست و پاش جفت و جور نشد و الا ضربهش جوندار و محکم میرفت به تور دروازه میشسبید. حوالی محوطه جریمه صاحب توپ هم بازیکنان ازبکستان موقعیت برای اسکندروف میاره به سمت راست. سانت روی دروازه علیرضا بیرانوند اونجا هوشیاره و در دو مرحله توپ رو جمع میکنه. توپ تو لحظه آخر برخورد داشته با بازیکن ازبکستان. توپگیری علیپور میره به سمت دروازه. میتونست بلند بشه و حرکتش رو ادامه دار بکنه. کارت قرمز مستقیم برای بازیکن ازبکستان و خوسانوف. چه پاس رو بقب، پیگیری و سماجت علیپور. مجبور شد که با خطا متوقفش بکنه. خوسانوف و کارت قرمز رو دریافت که حالا ازبکستان 10 نفره میشه. کوشکی حالا توپو جلو میندازه، حرکت میکنه، یه بازیکن رو رد کرد، دومی رو جا میذاره، همه رو به هم ریخته در محوطه جریمه. فرصت برای ایران. توپ برگشتی، پاس کوتاه، صالح هردانی ضربش به سمت دروازه. اجازه باز شدن دروازه رو مدافعان ازبکستان نمیدن. کماکان موقعیت دارن بازیکنان ما در محوطه جریمه ازبکستان و در نهایت خطای صالح هردانی اتفاق میفته. چه حرکتی کرد کوشکی در محوطه جریمه. یه بازیکن اینجا پیش رو برداشت، دومی رو یه تغییر مسیر، سومی رو هم جا گذاشته. این پاسش به دهانه دروازه که نتونستن ازش استفاده بکنن. ضربه صالح هردانی همون جون لازمو نداشت برای اینکه از خط دروازه رد بشه. علی کلوف بود که روی خط دروازه توپ رو برگشت داد. حرکت خوب نورافکن. مجید حسینی میاره به سمت چپ برای مهدی طارمی. با ضربه سر همکاری خوب از سوی بازیکنان ما. ضربه فنی به سمت دروازه، موقعیت برای بازیکنان ما. این حرکت خوب از سوی مهدی طارمی و میلاد محمدی و ضربه نهایی. حرکت میکنه نورافکن به سمت توپ با پای چپ، خلاف جهت که نه، ضربه رو به گوشه دروازه زد و اونجا به سمت توپ هم حرکت کرد نعمتوف، ولی اینقدر محکم و جوندار و دقیق زد ضربه‌شون رو. امید نورافکن که تمرکز میکنه شامورادوف و حرکتش به سمت توپ، چند تا مکس رو داره و ضربه خلاف جهتش وارد دروازه میشه.
محمد قربانی تمرکز، حرکت به سمت توپ، میزنه و خلاف جهت توپ رو در وسط دروازه قرار میده. نتونست این بار تشخیص بده. روحیه درون دروازه از بیرانوند با پای میزنه و میگیره بیرانوند. حسم به میگفت میگیره این ضربه پنالتی رو. به خوبی هم این کارو انجام داد بیرانوند. عادل نقمی حرکت محبی با پای چپ میزنه میگیره دروازه‌بانه. به زاویه زد ولی دستشو خوند. مسافش با علیرضا بیرانوند. یه مکس میزنه و خلاف جهت. یه ضربه رو حسینی حرکت میکنه به سمت تو با گام‌های کوتاه، خلاف جهت. چقدر قشنگ زد. یه بغل پای حرکت آشوماتوف، نگاهش به دروازه میزنه و این ضربه رو میتونست بگیره بیرانوند. کنار دستانش رد شد و وارد دروازه شد. میلاد محمدی بد زد. میلاد محمدی وای. هم کمجون زد. پنالتی رو حرکت بازیکن ازبکستان میزنه و خلاف جهت. توپ رو درون دروازه 4-3 شکست بده.